اول و آخر همه جا بر زبان، نام خدایی به یقین مهربان. نام خداوند غفور و رحیم، مالک دنیا و جنان و جهیم. سلام و درود بیکران محضر تمام شما علم پروران، مهمانان، محصلین و حضار گرانقدر. شما را خوش آمدید میگم به سومین سمینار سخنوری عالی با جناب استاد احمد ولید عمران. امیدوار هستم که همه شما با عزت و سربلند باشین و خوش آمدین به سومین روز از ویبینار ما. خب قسمه که همه شما از پانتون آزاد افغانستان آشنایی دارین و من میخوایم یک بار دیگه هم تکرار بکنم و یک مقدمه کوتاه در رابطه به پانتون آزاد و مجتمع پانتون آزاد داشته باشم که پانتون آزاد افغانستان یگانه پانتون رایگان مردمی از مردم برای مردم میباشد که در فرارای چالش ها، دشواری ها و سختی ها با ما بوده و با وجود این دشواری ها فرصت ها و آموزش های حیاتی و علمی زیادی را برای عموم جوانان فراهم کرده. من معلومات دیگرم میگذارم به بانو نوری. بانو نوری اگر صدای من دارین لطفاً با شما صحبت داشته باشم. السلام علیکم، وخت بخیر. ټولو ته انشاءالله چې ټول به روغ او جوړ او صحتمند اوسئ. ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې خو له تاسو ټول څخه نړۍ مننه چې زموږ بلنه منئ او د افغانستان پرانیستي پوهنتون تر څنګ باندې پورې یو ځای پر مخ د پرمختګ په لوري باندې روان یو. من میخوایم خلاص و در چند لفظ میخوایم در مورد پوهنتون آزاد افغانستان معلومات بدم. ای که پوهنتون آزاد افغانستان بر اساس کدام هدف ایجاد شد و به کدام طرف روان است. د افغانستان پرانیستی پوهنتون یوازینی وړیا پوهنتون په وخت کې د خلکو له لوري د خلکو دپاره. د افغانستان پرانیستی پوهنتون څنګه مې چې مخکې هم ویلې یو وړیا پوهنتون دی چې په بېلابېلو برخو کې فعالیت لري، خو څلور مرکزي برخې دي چې په هغه کې اساسي فعالیتونه ترسره کېږي. زموږ د ټولګیو برخه ده چې په هغه کې بېلابېل ټولګي، هغه که د انګلیسي ژبې یا د ژبو د خارجي ژبو او همداسې د پروفیشنل کلاسونه پکې موجود دي. او د هغې ترڅنګ زموږ بله برخه د کریر سنټر ده چې پکې هر کله د ورځې په لساوو کاري پوزیشنونه او همداسې سکالرشیپونه، تحصیلي سکالرشیپونه اعلان ته ورکول کېږي. او په دې ترڅ کې زموږ دغه ډیپارټمنټ خلکو سره او متقاضیانو سره په دې سکالرشیپو او همدې پوزیشنو ته د اپلای کولو لپاره هم مرسته کوي. زموږ بله برخه زموږ د سیمینارونو برخه ده چې نن ورځ تاسو ثمره وینئ چې یو ځل بیا هم یو بل سیمینار د خانرنۍ په برخه کې ونیول شو. او د الله پاک منندوی په دې یو چې موږ یې درېیمې جلسې ته راورسېدو. او الله قدرمن استاد عمران څخه نړۍ مننه چې تل یې هڅه کړې ده چې موږ زموږ ملاتړ وکړي او د افغانستان پرانیستي پوهنتون تر څنګ واوسي. په دې برخه کې بېلابېل سیمینارونه موږ هره اونۍ ترسره کوو چې هغه په بېلابېلو برخو کې اوسېږي، لکه د طب په برخه کې زموږ د امر بالمعروف په برخه کې، همداسې آی ټي برخه کې او بېلابېلې برخې دي چې په ټوله کې هدف د ځوان قشر د پوهې زیاتول او د هغوی پرمختګ ته سوقول دي. او بله برخه مو هم د آنلاین کتابتون دی چې هر وخت 24 ساعته د افغان خویندو او ورونو او ټول د هېواد دننه او بهر ته د خدمت په چوپړ کې دي. او دوی هر ډول کتابونه په وړیا ډول خلکو ته وړاندې کوي. او په ټوله کې د افغانستان پرانیستی پوهنتون په دې ویاړي چې د ځوانانو لپاره کار کو او د ځوانانو لپاره تحصیلي فرصتونه مهیا کوي. بیا هم له ټولو څخه نړۍ مننه چې ماته مو وخت راکړ. ستاسو وخت نور نه نیسم. ښې چارې، ښې شیبې او ښه وختونه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، با درود بر روان پاک منجی و شیخ محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام عرض. هنوز نامدیم، چکچکا شروع شده، تحت تاثیر قرار میگیرم. دوستای عزیزم، دوستایی که استیکرها روان میکنن توجه تمرکز ما به او میشه. آرزو میکنم همه ایتان جور صحتمند و سر حال باشین، لباس ساخت بر تنهایتان باشه.
خوشحال هستم در جلسه سوم فن بیان در خدمت حضور قرار گرفتیم. دوستان عزیز، وقت را بیشتر نمیگیریم و ادامه درس های گذشته درس خود ادامه میتیم و امشب درس ما با ارتباط زبان بدن یا هم بادی لنگویج است. گرامیان، زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباطی غیر کلامی یا رفتارها اشاره می‌کند. 3 نوع زبان وجود دارد. یک زبان نوشتاری، دیگر زبان گفتاری و سومش هم همین زبان بدن یا بادی لنگویج است. زبان گفتاری همین زبان است که صحبت می‌کنیم. کسی فارسی صحبت میکنه، کس اسپانیایی صحبت میکنه، کس چینایی صحبت میکنه. زبان گفتاری است. افهام و تفهیم میشه به وسیله زبان گفتاری. یکی هم افهام و تفهیم میشه به وسیله نوشتنها، نوشتاری. خیلی معمول دمی شب و روز دوستایی که با هم دیگر پیام میتن، خودش یک زبان نوشتاری است. در ملتون ها میرین، دوایی میخرین، طریقه استفاده شده در عقب مو کورش یا پوشش میخوانین، یک زبان نوشتاری است. امثال هم خیلی سر کار ما با زبان گفتاری و زبان نوشتاری هست. اما نباید فراموش کرد که زبان بدن یا هم زبان اشاری هم خیلی تاثیر در زندگی ما داره. استفاده میکنه اشارات را، مثل چراغ‌های ترافیکی. این چراغ ترافیکی نه حرف میزنه با ما و نه هم نوشته میکنه با ما، فقط رنگ خود تغییر میده. با می اشاره ما میفهمیم که مثلا در عقب از ایش اشاره استاد کنیم یا هم حرکت کنیم. زبان اشاری است. زبان بدن هم امیر رفتار اشاره ها را افاده میکنه به انواع شکل های ارتباط غیر کلامی. زبان بدن در حقیقت از بعض اوقات از زبان گفتاری مارام کرده بر مخاطبین ما با ارزشتر هست. نفهمیدین؟ به یک مثال میتونم. مادر به طفل خود میگه بچیم خانه خالت رفتی شیرینی نخور، شیرینی نخور. وقتی که خانه خاله رفت، خاله وقتی که شب میشه بچیم شیرینی بخور، شیرینی بخور، خب بالاخره خاله هم میفهمه که مادر جان شربت ممانعت کرده، بعد میبور خیر از طرف ما بخور. مادرش برش بگو شیرینی بخور، میگه شیرینی نه، شیرینی بخور بچه. شما خدا میگه سرش بخور بچه، گفتم بخور. با اشاره طفلک میفهمه که مادر پیشنهادش منفی است، یعنی میگه نخور، با وجودی که به زبان میگه بخور بخور، ولی چشما میگه نخور. بخور بچه، ولی چشما میگه نخور. در اینجا می کودک ناخودآگاه اولویت به زبان اشاری یا زبان بدن مادر میکنه. که متاسفانه کنترل روی زبان بدن ما نداریم. اکثرا که متوجه شویم در جامعه، در محیط، در سطح کار، در خانواده، متاسفانه ما کنترل روی زبان بدن نداریم. در سلاید بعدی میبینیم. کنترل روی زبان بدن، دوستان میشه سلاید تغییر بدن؟ کنترل روی زبان بدن نداریم. یعنی چی؟ مثال قبلی که براتون دادم، خود یک چیز میگیم ولی زبان بدن ما به مخاطب یک چیز دیگر اشاره میکنه. و ما گفتیم زبان بدن مجموعه از اشاره هاست. اشاره ها را افاده میکنه، حرکات را افاده میکنه.
ولی ما کنترل روی زبان بدن خود نداریم. زبان گفتاری ما یک چیز میگه ولی متاسفانه بادی لنگویج یا زبان بدن ما چیز دیگه میگه. ما کنترل نمیتونیم. قبلا هم یاد کردم که حقیقت واقعی را مخاطب همیشه از زبان بدن میگیره، نه از زبان گفتاری. با وجودی که ما بر گفتار یک چیز بگوییم، ولی اگر مخاطب ما چی شاگرد ما باشه، چی اشتراک کننده ها در سیمینار باشه، چی اگر ما دکتر باشیم مخاطب ما مریض باشه، اولویت برش به شکل ناخودآگاه زبان بدن ما هست، نه زبان گفتاری. و حرکات زبان بدن، ای که حرکات زبان بدن چی هست، حرکات چشم چی هست، حرکات دست چی هست، حرکات پا چی هست، تمامش هم میپردازیم. حرکات زبان بدن پیچیده تر از آن است که ما با دانستن چند نوع رفتار مقابل خودم بفهمیم. یعنی چی؟ یعنی بعضی که یک مثال براتون بعض دوستا وقتی که ما میگه خب رشته خودت چیه، میگیم روانشناسی، اقتصاد و روانشناسی. خب وقتی می خب روانشناس هستی، بله خب انیمه چی رقم آدم هستم؟ یک عجب سوال میکنه. دوستایی که در رشته روانشناسی باشه مطمئن هستم که از این موضوع سر خوردن. همین مجرده که مخاطب بفهمه که در مقابل ما یک روانشناس من اندادل ما چی میگه، دادل تو چی میگه، چون روانشناس هستی. در زبان بدن هم متوجه باشین که با فهمیدن یک حرکت دو حرکت تو فکر نکنید ما زبان بدن فهمیدیم. خیلی پیچیده تر از این است. حرکات زبان به حد زیاد است. در مقطع‌های زمانی، در کشورهای مختلف، در مذاهب مختلف، معناهای مختلف را افاده میکنه. شما ببینید به این شکل وقتی که دو دست با هم یک جای میشه، در کشورهای هندونیزم هستن، یعنی بت پرست هستن، یک معنای دیگر را شاید افاده کنه، ولی در عموم معذرت را، یعنی معذرت خواستن را افاده میکنه. کسایی که در دیگر کشورها هستن این امر را به خاطر معذرت خواستن استفاده میکنن. بعضی کسا بدون از اینکه از این موضوع بفهمن نفهمن، بعض جای مجادله های میشه که گناه هست، ثواب است، نمیفهمین انسان است. یعنی ای در یک کشور یک معنا را افاده میکنه ولی در یک کشور یک معنای دیگر افاده میکنه. گرامیان، یکی هم ما زبان بدن منفی داریم. زبان بدن منفی یعنی رفتار شما کاملا نشان بده که شما بر مقابلتان، بر مخاطبتان تمایل برقرار کردن حرف یا سخن یا سیمینار یا درس را ندارید. زبان بدن منفی خیلی واضح و آشکار به مخاطبتان نشان میده که ما بر شما تمایل همصحبت شدن را نداریم، تمایل افهام و تفهیم را نداریم. گاه متوجه شده باشین که بر شخص صحبت میکنین یا با شخص صحبت میکنین، موضوعی رو برشت میکنین، ولی اصلا با حرکات چشم، با تغییر دادن جهت چهره، با تغییر دادن جهت چشم اصلا پروای شما را نداره. با وجودی که بعضن شما شاید تاکید کنین متوجه است، یا متوجه است، بله متوجه هستم، ولی به طرف دیگه نگاه کردن، سر پایین کردن یا اصلا با زبان بدن بر شما نشان میده که توجهی بر شما هم نداره. یا هم متاسفانه در بعضی از اساتید دیده میشه در زمان تدریس یا در زمان تشریح درس اصلا زبان بدن خوب با شاگردان نداره، ارتباط چشمی برقرار کرده نمیتونه، لبخند نداره، توجهش به شاگردان کم است از لحاظ دید. اصلا نگاه تو یک سر ما در یک سازمان ها کار میکردیم در سالهای قبل. یکی از
همکارای ما بود ACCA تدریس میکردن، بسیار یک استاد ورزیده بودن، بسیار لایق بودن. هر صنف را که برش میگرفتیم 30-40 نفر داخله میکردن. روز اول که درس سپری میشد، در روز دوم 25 نفر 24 نفر ریفاین میکردن، دوباره فیسار خود میخواستن، میگفتن ما ادامه نمیدیم صنف. با وجود که استاد بسیار لایق بود، ولی یک سره که به تخته چسبیده بود و تشریح میکرد، اصلا ارتباط چشمی وجود نداشت. مشکل در زبان بدن. و زبان بدن منفی دقیق به مو حالت گفته میشه که با زبان بدن به مخاطب ایره بیان کنی که یعنی من توجهی بر تو ندارم، اصلا من بی توجه هستم بر تو. یک شوخی هم کنیم. بعضی از دختر خانم ها وقتی که از یک مسیر میگذرن، چشم به پسر مفتن، باز که میکنن این مطور ندیدیم، یعنی در آن روان است چشم خودت میکنن، توجه ندارم برای این. به این معناست که یعنی زبان بدن منفی یعنی مخاطب یا مقابل نشان بدی که توجه هم به تو نداری. دیشب یک دوست ما سوال کرد، گفت استاد یکی از دوست گفت کسی هستن که در سمینارها با چشم نفره میخوره. این زبان بدن منفی است. گرامیان، زبان بدن مثبت هم است. همونطور که منفیش وجود داره، زبان بدن مثبت هم است. در زبان بدن مثبت انسان احساسات، حالات خوشی خود را بر دیگران منتقل میکنه. یعنی در زبان بدن مثبت انسان امو احساسات عاطفی، مهربانی، خوشحالی خود را به دیگران انتقال میده، نه با گفتار. امروز امتحان داشتیم، امتحان خلاص شد، وقتی که سنور آمدم دوستم به طرف من نگاه میکنه، بدون از اینکه سوال کنه که امتحان چطور سپری شد یا بدون از اینکه من با زبان برش بگویم امتحان خوبت میکنم، فهمید که امتحان خوب سپری شده. یا یک از کنای فوتبال است، وقتی که امو حالت خوشی خودم میخواه ابراز کنه و امو حالت یاری با یک اشاره امو حالات احساسات عاطفی خود را یا خوشی خود را منتقل میکنه. با این حالت ما میتونیم بگیم زبان بدن مثبت. منفیش هم فهمیدیم و مثبتش هم فهمیدیم. دوستای عزیز، حالا آهسته آهسته دیگه شروع میکنیم بخیر از سر ابرو، یعنی از قسمت ابرویی که زبان بدن دیگه شروع میشه. بالا بردن ابرو. دقیق 3 معنی استفاده میکنه از لحاظ علمی، نه علم جامعه شناسی یا علم فن بیان. 3 معنا رو استفاده میکنه. دوستایی که نوت میگیرن میتونن نوت بگیرن. اول بالا بردن ابرو یعنی شخص آنچه دیده شنیده موافق است، قبول داره. وقتی که ابرو را بالا میبره، شخص با اون چیزی که دیده یا متوجه هست یا شنیده اون موضوع را با بالا بردن ابرو قبول داره. این یک معنا رو استفاده میکنه، بالا بردن ابرو. معنای دوم را جلب کردن توجه، که شخص میخواهد توجه دیگران بر از جلب شود، از بالا بردن ابرو استفاده میکنه. اکثرا اساتید بزرگوار از این حالت استفاده میکنن. در جریان تدریس هستن، 2-3 شاگرد کم توجه هست، وقتی که به طرف شاگرد میبینه تو میکنه توجه که به من مصروف است، به این طرف شاگرد میبینه تو میکنه توجه. استاد در جریان شاگردا در جریان امتحان است، یک شاگرد میخواید تخلف کنه، نقل کنه، استاد متوجه میشه، به این شکل میگه توجه کن، من فکرم هست به طرفت. معنای اول ای که موافقت بودن، یعنی موافق بودن در
افاده میکنه، بالا بردن ابرو. معنای دوم جلب کردن توجه ره. و ما توجه کن، متوجه باش. و معنای سوم نشان دادن علاقمندی به مو موضوع یا به مو شی یا به مو شخص یا همون سوالی که از ما شده. بالا بردن ابرو به معنای نشان دادن علاقمندی است که گیریم به این موضوع یا به این شخص یا به این مکان علاقمند هستیم. و اینا اکثرا حالات ناخودآگاه است دوستای عزیز. اینا حالات ناخودآگاه است. انسان از سر خود خبر نیست که حالت از خود نشان میده. به صورت ناخودآگاه رخ میده به انسان. شما من حیث کسی که فن بیان دیگه بلد هستین، این نکات را متوجه باشید. نگاه کردن به سمت چپ. نگاه کردن به سمت چپ. نگاه کردن به سمت چپ. گرامیان در تصویر خیلی واضح هست. ببخشید من در اینجا میبینم و صلاح دیده نمیتونم. اگر شخص جریان سخن گفته، در جریان سخنرانی به طرف چپ میبینه و چشمها پایین است، مردمک چشم پایین است، به طرف چپ میبینه، دقیق به معنای عزیز که به حافظه دیگر رجوع میکنه. چیز چرت میزنه، به طرف چپ نگاه میکنه. سوال میشه از پیشش، طرف چپ خود نگاه میکنه. به معنای عزیز که به حافظه خود رجوع میکنه. مثل که لوت میکنه دیگه. حافظه در حالت لوت کردن است. او موضوع را به ذهنش بیاره. او موضوع را بیانش بیاره. بعضی از روانشناسا و دانشمندان عقلی و عصبی به یک عقیده هستند که میگه بعضی از سیستم های حافظه به سمت چپ مغز انسان هست. و این هم به شکل ناخودآگاه وقتی که سوال هستش میشه پایین، البته به طرف چپ خود نگاه میکنه به شکل. حالا من شما موقع چوچگک ما که شما مرا میبینین یا مناقی اکت میکنم. و اگر مردمک چشم بالا باشه و به طرف چپ نگاه شود، 100% گفته نمیتونیم، هرچند که در تصویر دروغگویی نشته است، ما 100% گفته نمیتونیم، ولی معمولا یا اکثرا فرد با وجودی که با حافظه رجوع میکنه در جستجوی دروغ گفتن است. به این شکل در جستجوی یافتن جواب غلطی هست که حالا میخواه جواب خودت را بده. در جستجوی دروغ گفتن هست. یعنی گفتیم 100% این موضوعات تثبیت شده نیست، ولی اکثرا تحقیق صورت گرفته به این معنا. نگاه کردن به طرف چپ و اگر مردم چشم بالا باشه، فرد در فکر دروغ گفتن است. یک گپ دروغ بگو پیدا کنه. انشالله تا اینجای کار سوال نیست عزیزان من. و ارتباط چشمی در عموم، یعنی ارتباط چشمی یا ارتباط چشمی برقرار کردن. در این بخش میخوایم یادآور شم که در عموم اساتید، در عموم کسایی که سخنرانی میکنن، کسایی که جلسه را بیان میکنن، کسایی که پرزنتیشن یا سیمینار را میکنن، معمولا 3 نوع ارتباط چشمی دارن. 1 بسیار زیاد ارتباط چشمی دارن، زیاد ارتباط چشمی برقرار میکنن. 2 ارتباط چشمی برقرار میکنن ولی کم. و 3 اصلا دیگه ارتباط چشمی برقرار نمیکنه. ارتباط چشمی اصلا برقرار نمیکنه. از طرف امی آخر شروع میکنیم که ارتباط چشمی برقرار نمیکنه. اولین دلیل از این که ارتباط چشمی برقرار نمیکنه عدم نفس است. میشرمه، شرمندوک هست. حالا چی استاد هست،
چی سیمینار دهنده است، چی شاگرد است، چی مدیر است. وقتی که اصلا دیگه یعنی عدم ارتباط چشمی، اصلا ارتباط چشمی برقرار کردن نمیتونه، موضوع اول عدم عزت نفس است. میشرم از دیدن با مقابل یا از چشم شدن با مقابل، با چشم شدن مقابل میترسه. گفت فرق نمیکنه رو شاگرد باشه، استاد باشه، هم جنسش باشه، مخالف جنس باشه، فرق نمیکنه، هر کسی که باشه. عدم ارتباط چشمی که هست، اولین معناش عدم عزت نفس است، که عزت نفس نداره، بسیار عزت نفسش پایین است، شرمندوک است. دومین دلیل که بوده میتونه داری که ارتباط چشمی اصلا برقرار نمیکنه، بالا دانستن مخاطب است، که مخاطب را از خود بالاتر میدانه، مخاطب را از خود دانسته تر میدانه، دانشمندتر میدانه. وقتی که استاد سیمینار را اولا که عزت نفسش کم باشه، دوما که مخاطب را از خود بالاتر بدانه، در این صورت اصلا ارتباط چشمی برقرار کردن نمیده، عدم ارتباط چشمی است. وقتی کودک اشتباه مرتکب میشه، پدر صداش میکنه، با وجود که پدر خیلی مهربانم باشه، باز بچه که طرف پدر سعی نمیکنه، سر میدانه که پدر دانسته تر از من است. گفتیم این موضوعات شکل ناخودآگاه است که انسان نمیدانه، اما حالت از خود بروز میده. یکی هم گفتیم ارتباط چشمی زیاد هست، زیاد ارتباط چشمی برقرار میکنه، بسیار زیاد. در اونجا گفته بوده عدم عزت نفس است، در اینجا میگیم بیشتر بودن عزت نفس است. عزیزان من، نقطه سرخط یک موضوع رو میخوایم براتون بیان کنم که در زندگی معتدل بودن یکی از رازهای اصلی موفقیت است. معتدل بودن یعنی هر چیز را نه زیادش و نه کمش، یکی از رازهای اصلی موفقیت است. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم و مسجد میدید که بعضی وقتا یک سره عبادت کرده میرن، برشان صدا میکرد که کارم کنین، یک سره عبادت نکنین، عبادت را میگفت معتدل کنین. پیامبر صلی الله علیه و سلم این حرف را میزد. روانشناسی ثابت ساخته که یک سره کار کردن ذهن بسیار صدمه میرسونه، پس به اندازه. مطالعه کردن بسیار خوب است ولی به اندازه. ببینید عزیزان من، آب حیات است. شما تصور کنین اگر آب در دنیا باشه، حیات از بین میره، تلف میشه، حیوانات تلف میشه، نباتات از بین میره. یک اصلا حیات دیگه در روی دیگری. و می خاطر میگن آب مایه حیات است. پس اگر یک نفر را ما بگیریم، دو سه بیل را و بزور در حلقش خالی کنیم یا در یک بحر پرتیم، با این تمام از زیر بخو، از بین میره. آب که مایه حیات است، زیادش انسان را میکشه. عبادت را که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفته زیاد نکنین، از حد اعتدالش، معتدلش. پس این متوجه باشین که گاه عزت نفس زیاد هم خوب نیست، معتدل به اندازه بودن. چون اگر عزت نفس زیاد به حد اندازه زیاد شد، خدای نخواسته مخاطب ما پیش ما کم حساب میشه.
ما اگر عزت نفس، یعنی خود به حد بالا فکر کردن، خود به حد دانسته فکر کردن، خود به حد دانشمندتر فکر کردن از دیگرها، دیگه آل مخاطب تو اصلا در نظرتون نمی آید. شما متوجه باشین عزیزان من، در تمام سمینارهایی که ما رفتیم سوال شده، سوال جواب داده شده. یک استاد بزرگوار نامده که برادر من این سوال رو من نمیفهمم جوابش ده. 12 سال مکتب یک استاد پیدا نشد به این سوال من جوابش نمیفهمم. 4 سال دوره لیسانس یک استاد پیدا نشد به این سوال من جوابش نمیفهمم. چون یک برداشت است که هم یعنی بعضا عزت نفسشون به حد، یعنی به حد از حالت اعتدال برآمده زیاد است. معتدل بودن یک گراف داره که در نقطه وسطی معتدل بودن هست. ببینید، احترام کردن بسیار یک اخلاق خوب نیکوست که به دیگران احترام صورت بگیره. وقتی که از حد اعتدالش مگذره زیاد میشه، تبدیل به چاپلوسی میشه. دقت کردین؟ تبدیل میشه که چاپلوسی یک صفت بد انسان هست. مدیریت کردن، پسنداز کردن یکی از فاکتورهای اساسی اقتصاد است، ولی اگر از حد اعتدالش بگذره تبدیل به موزیگری میشه. موزیگری صفت بد انسان هست. اگر از حد اعتدال پایین به تبدیل به اسراف میشه، زیاد شد. یا هم احترام اگر از حد اعتدال پایین به احترامی میشه، بد اخلاقی میشه. هر چیز حد اعتدال. در این قسمت در ارتباط چشمی بس زیاد کنونتیم، در قسمت ارتباط چشمی زیاد که به حد یعنی ارتباط چشمی بعضی قرار میکنه، این است که عزت نفس به حد زیاد داره که گاه خوب نیست. و یکی هم گفتیم ارتباط چشمی کم است. کم هدف در اینجا از ببخشید کم ما هدف ما از متوسط یا حد اعتدالش است که به معنای توجه به شکل اعتدال با مخاطب است. یعنی من بر توجه دارم، به حرفت گوش میکنم، ولی خود را از تو بالاتر زیاد نمیدم. و اگر ارتباط چشمی هم اصلا برقرار نکنیم، خودت هم دیگه یعنی زیاد برزو آدم خودت کم عزت نفس جلوه میدی که اصلا دیگه نمیتونم به چشمایت نگاه کنم. اصلا در حد نیستم به طرفت نگاه کنم، یا همگاه اصلا در حد نیستی. به هر صورت در ارتباط چشمی موضوع دیگه پلک زدن متوالی از دوستای عزیز. پلک زدن متوالی یا یک سر پلک زدن. معنای اول را که افاده میکنه، شخصی که در جریان سخنرانی، در جریان سمینار، در جریان بحث کردن زیاد پلکک میزنه، به معنای اول که افاده میکنه خودش مطمئن بالای موضوع خود نیست. خودش مطمئن بالای موضوع خود نیست و به سرعت پلکک زنه میره. عزیزان من یک نکته دیگر رو میخوایم اشاره کنم. بعضی چیزا ادکتیشن یا عادت است که باز ارتباط به موضوعات روانی میگیره، ولی بعضی چیزا که ادکتیشن یا عادت نیست، اما فرد در یک سخنرانی یک سر پلکک میزنه، معنی است که خود بالای موضوع خود اطمینان نداره. یا هم که در درس نیست، زیادتر به بینی دست میزنه، سر صورت خود زیاد دست میزنه. به این شکل این هم به معنای است که مطمئن بالای حرف یا بالای کار خود نیست. البته گفتیم متوجه باشید که یکی ادکتیشن یا مشکلات روانی است، ولی یک شکل نرمال در سمینار یا در سخنرانی در بینی خود دستک میزنه، در روسر خود، به معنای عزیز که خود
بالای موضوع خود اطمینان نداره. و یک موضوع دیگر در زبان بدن یا در بادی لنگویج همین لبخند زدن. گرامیان، واضح‌تر اگر بگوییم یک لبخند زدن است که تبسم است، حالت تبسم، یک لبخند عادی. یک لبخند است که برش میتونیم بگوییم لبخند شریف. شریف یک دوستم است، خیلی دوستش دارم. یک چیز جالب خنده میکنه به این شکل خنده است. این میتونیم برش نام بانیم لبخند شریف جان. همین لبخند شریف جان یا لبخند که لبها را و کنجهای چشم را باعث شود که چملوکی بفته، این بیانگر همون شادی است یا خوشحالی است. یکی در کنجهای لب همون من هم شده میفهم اکثر دوستاش چی میگن قسمتی که یگان تا داری یک جمع میشه. یکی هم در کنجهای چشم. این لبخند بیان شادی است. یکی لبخند عادی یا متوسط است یا تبسم است. این هم بیان توجه است. مثلا استاد در جریان درس یک تبسم به شاگردای خود میکنیم به همتون یا یک شاگرد حالی دوستان دیگه جهت نتن یک تبسم به استاد، یعنی از درس راضی هستیم. ببین ایموجی که های هم هست، امو اندازه خنده های متفاوت است. امو خنده نورمال به معنای رضایت مقابل است که مقابل رضایت داره، ولی خنده بیش از حد که کنجهای دهن و چشم چملکی بیانگر شادی است. این هم بود در قسمت لبخند. یکی هم خم شدن سر هست. خم شدن سر. خم شدن سر دوستای عزیز نشان دهنده از این است که از حضور مقابلتان رضایت داریم یا راحت هستیم. در سیمینار ما کسی عد شد، ما از این برادر خود رضایت داریم، این سر خود برش پایین کردیم، کم خم کرد. خم کردن سر به معنای رضایت هست. رضایت از این که مخاطب حضور پیدا کرده. جریان هستیم، تعداد زیاد است، صحبت ها جریان داره و اصول جلسه بر عزیز که در جریان جلسه امو موضوعات تشریفاتی را با کسی اصلا مراعات نکنین که یک نفر بیاید دوباره پس سر بخیزین و سلام علیکی و بغل کشی. فقط وقتی کسی حاضر میشه در جلسه، وقتی شما بر طرف چی میبینین، نه به اندازه که سر به حد خم شود که از دید دینی هم گناه هست، با مو اندازه کم به این شکل که برش نشان میدین که ما یعنی رضایت داریم به یک خودتان. یا هم خود معنای رضایت را میگه. اجازه است یک گیلاس آب بخورم؟ بخور. چپ و راست؟ نه. ببخشید بنوش ننوش. غالب دوستان اگه فن بیان سیمینار را میکنه آب میگه بخور. انشالله تا این قسمت کار سوال نیست. بعدش میرسیم به زبان بدن دست ها. گرامیان، دست ها زیادترین موضوعات زبان بدن افاده میکنه. حتی از چهره هم کرده. از چهره هم کرده زیادترین اشارات زبان بدن افاده میکنه.
یکی از دلایل بزرگی که زیادترین آلات زبان بدن اشاره میکنه چون مقدار را نشان میده. مقدار را شکل 1 3 4 5 خوب است، بد است، علائم زیاده است. حتی اگر شما در کیبورد چتتان برین، اگر متوجه باشین اما ایموجی‌ها تنها از دست بسیاری مهم است، چون هر آلت دست یک موضوعی را یا یک حرف را افاده میکنه. دوستایی که اقتصاد خواندن میدانن در اقتصاد یک مضمون است به نام بزنس کمیونیکیشن یا ارتباطات تجارتی. در اونجا باز اینا رو میخوانیم. من در اول هم گفتم یک اشاره به این چیز داشتم، به این علامه. دوستای عزیز گرامیان، یک مشکل همیشه ما در سیمینار داشتیم، در رای سیمینار داشتیم می بوده که گاهه اما موضوع ما از دید جامعه خود گفتیم، از دید جوانای خود گفتیم، از دید ملت خود گفتیم، ولی یک بزرگواره که در بدن جامعه نبوده، در میان مردم نبوده، یک درک متفاوت داشته از او حرف ما. از جمله یک موضوع همی است که گفتم حالا اگر به کسی به این شکل ما متوجه این موضوع زیاد شدیم استیکر کنی، خب از لحاظ تجارتی که ما خواندیم یا بزنس کمیونیکیشن به معنای معذرت خواستن هست، ولی چندین بار به خودم شخصا گفته شده که این رقم نکن، این از هندوها هست. خب برادر، حالا ما مسلمان هستیم الحمدلله، ولی چیزی را که ما خواندیم یا دانستیم از دید تجارتی به معنای معذرت خواستن هست برادر. حتی وقتی که من سفر کردم به کشورهایی که هندو بودن اکثریتش، سوال کردم و گفت به معنای عبادت بر ما نیست، به معنای سلام کردن یا سلام دادن هست. بنابراین دوستای عزیز، زبان بدن با دست ها به اندازه زیاد مهم است از همه موضوعات دیگه کردن. دلیل اولش گفتیم چون مقدار را بیان میکنه، مقدار را بیان میکنه. دلیل دومش چون حالت را بیان میکنه. بزرگترین نشانش به این شکل گفتیم، حالت خوب یا اما انگلیسیش فاین میشه یا گوت میشه یا لایک میشه، ان لایک میشه یا خوب نمیباشه. حالا مثل هزی زیاده است که توقع من از شما دوستا همی است که شما خود پشت اینمی آلات دست اگر از اینترنت هم کمک بگیرین، از کتاب های بزنس کمیونیکیشن هم ارتباط بگیرین، بسیار موضوعات را میخوان. ولی ما چون بحث دینی میتنش، بحث جامعه میتنش، بحث نمیفهمم سمتی میتنش، به او خاطر اما قدر براتون میتونیم خیلی راحت بگوییم که به حد مهم است زبان بدن در دستا و مهمترین نشی است که مقدار را نشان میده در جریان سخنرانی و حالت را نشان. و یک حالت هم دست به چانه یا دست به زیر زناق است. امیال مثلا دوستا چی فکر میکنه از این حالت هم؟ شخص از موضوع خسته شده، کسل شده. شخص از موضوع کسل شده یا خسته شده. استاد هستم، تدریس میکنم، متوجه میشم که دو سه شاگردم به این شکل شیشته، باید بفهمم که خسته شده. این یک نفر خسته شده، محبوب الله نام تیجه نوت میکنم برادر، داخل با تو یک حسابی داریم محبوب الله.
یا محبوب الله جان باز به خودت قلب. در حالت باید داخل صحبت کنیم. دوستای عزیز، حالت خسته شدن حالت کسل کننده مخاطب را نشان. در ارائه سیمینار اکثرا ما کم می باشیم، چون بعضی از سازمان هایی که ما قرار می باشن که با ما مشترکاً سیمینار بگیرن، چند مشکل اساسی که همراهشان دارد. یک مشکل وقت است، همیشه مشکل وقت است. دوم مشکل اینمی است که بعضی قاعده ها یا قوانین دارن که سبب از این میشه ما درست موضوع را به مخاطب نفهمانیم. علل خصوص می زبان بدن. بعضی از خصوصا کسایی که برنامه آنلاین میگیرن، استاد کامera باید آف باشه. خب برادر، من کامera که آف باشه من مخاطب را با زبان بدن بفهمانم. پس اینمی حالت خسته شدن خودش بیانگر عزیز خودش خیلی واضح میگه که مخاطب از من خسته شده. حالا من مخاطب نبینم من چی بفهم که مخاطب خسته شده یا خوش است؟ یک هم پیشتر به یاد ما آمد، بعد دور دوم کرونا من خارج از کشور بودم، درسای ما یک مقدار باقی مونده بود. بالاخره دانشگاه باید آنلاین درس بخوانید. من چند جلسه اشتراک نکردم. آخر نماینده ما به من زنگ زد گفت عمران جان آن شو که امی آذری به حساب امی درسای آنلاین است. ما که میوت میکردم در اتاق میماندم، خودم میرفتم پشت کار. متاسفانه این مشکلات وجود داشت. وقتی که اگر استاد من میدید شاید دوتر یک موضوع رخ نمید. و بعد دست به کمر. حالت بسیار نادر میکنه دوستان عزیز. حالت بسیار ناراحت کننده را افاده میکنه. تخمینا هم یک حالت اضطرابی افاده میکنه. استاد تدریس میکنه، خیلی خوبم تدریس میکنه، خیلی واضح هم تدریس میکنه، اما متاسفانه شاگردا اصلا سرشون خلاص نمیشه از این موضوع، از این درس. آخر استاد دیگه نمیشه که میگه استاد شام دست به کمر میشه. بیشه و یک حالت نسبتا اضطرابی را افاده میکنه. خیلی دیگه استاد خشن شده در این قسمت، ناراحت شده در این قسمت. و ما در اول گفتیم این موضوعات به شکل ناخودآگاه است که به اساس تحقیقات تجربوی به وجود آمده. یعنی تجربه میره ثابت ساخته، مردم وقت تحقیق کردن، دانشمندان از این موضوعات به هر حالت یک معنایی افاده کردن که به این حالت به این معنا است. و دیگر هم حالا تخمینا به آخر درس رسیدیم، زبان بدن پاها است دوستای عزیز. زبان بدن پاها از شیشتن تا استاد شدن تا شیشتن به وسیله چون موتر، تیاره، معمولا اگر به شکل مستحکمتر باشه استقامت فرد نشان میده، قدرت فرد نشان میده. اگر به شکل مستحکمتر باشه، دمو تصویر بمون تصویری که تکمار که با خط سبز شده،
مستحکمتر نشستن همون حالت مقامت یا استقامت یا محکم بودن فرد را نشان میده. اکثر این موضوع در اینترویو یا در مصاحبه ها زیاد رول داره. همین زبان بدن پاها، چی مصاحبه کاری است، چی مصاحبه تلویزیونی هست، چی مصاحبه لایف زنده هست. اگر به شکل میخواین شما کسی که فن بیان را نسبتاً بلد است میخواین نشان بده که من یک فرد مستحکم هستم، به اون شکل که تک مارک شده اون شکل بهتر است، بهتر است نسبت به این شکل که پای بالای پای قرار که در تصویر پهلویش میبینید. گرامیان، دیشب یکی از برادرها سوال کرد در ارتباط ترس. ما گفتیم یکی از علائم ترس این است که فرد زیر پای خالی احساس کنه، زیر پایش خالی باشه. و امشب هم گفتیم بعضی حالات ناخودآگاه است. وقتی که شما در مصاحبه قرار میگیرین، در او عکس تک مارک سبز شما ببینید هر دو پا زیرش محکم است، زمین است. مجردی که پا بالای پا آمد، چون پای چپ یا راست بر زمین محکم است، حالا زیر پای مخالفش خالی شده، بازو تبدیل به تکان دادن میشه. پای دیگه وقتی که سوال زیاد شد، اضطراب زیاد شد، پای تکان داده میشه. چون بدن وقتی که تحت فشار قرار میگیره از لحاظ روانی و اضطراب زیاد میشه، یه میخواد یک عکس العمل از خود نشان بده، یک ریاکشن نشان بده. قلم بدست باشه به این شکل شده میره، سرپوشه بکش بر. چند سال قبل یک رقم وسیله که به نام من نمیفهم اسپنر بود چی بود، از او زیاد شده بود، به دست بچه ها اکثر بود چرخ میدادن، رقم چرخ میدادن. بعضی سوال میگه چی است، میگه استراب کم میکنه. او کدام دوایی نیست که استراب کم کنه، یا او کدام برخ نداره که از طریق همون شریان ها و رگ ها استراب رو کم کنه. او فقط تو رو مصروف به خود میکنه. وقتی قلم بدست باشه استراب زیاد شد به این شکل میشه. قلم نباشه وقتی که استراب زیاد شد، شخص دنبال یک شی یک چیز دیگه میگرده. وقتی که شیشتی در مصاحبه هیچ چیزی هم در پیشتون نیست، پای وقتی که بلند شد، بدن به خاطر ریاکشن امی دفع کردن استراب پای تکان خورده میره. حالا اگر مقابل تو کسی که مصاحبه گیرنده است یک فرد با تجربه کار باشه، میفهمه تحت تاثیر قرار گرفتی و استراب زیاد شد. انشاءالله سوال نباشه خوب است. اگر سوال هم هست در خدمت هستم. دوستای عزیز گرامی، هرچند که این سمینارها و این موضوعات به یک شب دو شب یا به یک جلسه دو جلسه سی جلسه تکمیل نمیشه و فقط هدف سازمان و هدف بنده می بوده که یک کوتاه معلومات در قبال فن بیان، هنر سخنرانی و هنر گفتن در ارتباط مخاطب شناسی و در ارتباط زبان و بدن و صدا و موضوعات که نسبتا مهم است در فن بیان، اگر معلومات دانسته باشیم براتون انتقال بدیم خیلی خوشحال شدیم. و دوستایی که در افغانستان و کشورهای همجوار افغانستان هستند، اگر علاقمندی به برنامه های حضوری ما بوده، ما در خدمتشان هستیم انشاءالله در هر ولایت افغانستان که باشن. و خیلی خوشحال شدم که بعد از مدت ها زیاد فعالیت در خدمت در حضورتان قرار گرفتم. و عزیزای ما اگر سوال باشه، پیشنهاد باشه، انتقاد باشه، در خدمت هستم. و یک معذرت خواهی از تمام دوستایی میکنیم که اگر سوالشان را درست جواب داده نتونستیم، اگر خدای نخواسته کم توجهی بهشان شده، اگر خدای نخواسته درست جوابشان را نگرفتن، اگر سوء تفاهم های شده، ما معذرت میخوایم از همهشان و آرزوی موفق بودن، موفق شدن شما در تمام عرصه های زندگی میکنم. انشاءالله یک روز از نزدیک ببینیم. به هر جایی که باشین خوش باشین، آرام باشین. و حالا میپردازیم به سوالای دوستای عزیزی که سوال دارن.
جهان سپاس از شما هم استاد گران قدر و استاد خوش کلام ما عزیزان ما. چی سوال داشتن؟ جناب اول محبوب به من محبوب الله رو پیدا کنین. اول محبوب الله رو پیدا کنین به من محبوب الله. الله بفرمایید. محبوب الله جان جناب استاد با این محبوب الله همون نفر دیشب نیست اشتباه نکنم. محبوب الله سلام. دست خود بالا کده محبوب الله جان برای چیز کنین اگر میشه. محبوب الله مایک سلام 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 استرامات. سلام محبوب الله جان. سلام استرامات تقدیم از خدمت شما ساز سلام علیکم عزیز. امید است جور و صحتمند عافیت داشته باشی و یک سلام دیگر خدمت محصلین گرامی که حاضر هستند تقدیم میگم. امید است که جور و صحتمند عافیت داشته باشی. سلامت باشی. محبوب الله جان کجا تشریف داری برادر؟ ما دیشب هستم چهاردی ولسوالی چهاردی. گرفتم. نمبر تشریک نساختی برادر دیگه مازیرات تماس گرفته بودن وصل شده بودن نمبر خود شریک ساخت و من نمبرش رسید و خودت نمبر تشریک نساختی. امیدوار هستم که امشب نمبر تشریک بسازی. قربانت سلامت. اگه اجازه باشه وقت بدیم بعد دوستا امسال کسایی که سوال نه با مزد باز هم امید است ما را فهمیده وقت میگیرم هر جای هستن عافیت داشته باشن. استاد با مزد ما همچنان از این گروه ما لیف میشم. یک تایم کورس فرانسوی دارم که ساعت 9 شروع میشه. بخیر دیگه شبکه خوش بخیر. سلامت. خدا بخیر باشی. دوستای بخش تحقیق میشه با کسایی که سوال دارن دستای خدا بالا. با خواهران و برادران گرامی ما اگر امشب سوال دارین دوستای عزیز که سوال دارن فرمایید، چون امشب شب آخر سخنوری عالی ما با جناب استاد هست. اگر کنسول هست نواب جان نواب جان مایک شاو آن کنید. سلام خدمت شما استاد عزیز و دوستای گرامی. جناب استاد، ما در بخش مدیریت استرس کمی که دچار مشکل شدم، اگر که کدام راهکار داشته باشین یا کدام کتاب برام معرفی کنین خیلی خوب میشه که ما استفاده کنم. درست. نواب جان از کجا خودت وصل شدی برادر؟ من از هراتم جناب استاد. از هرات. از کدام قسمت هرات برادر کنم؟ خب یک کار کن نواب بکن. درست. خودت شماره امرای بخش تکنیک شریک بساز. شماره به من میرسه. چند جلد کتابه که در ارتباط به مدیریت اضطراب است. حالا تقریبا 3 جلدش رو برات وعده میتم. انشالله در ظرف 1 هفته در عقب خانهتان میرسه براتون. تشکر جناب استاد. من انشالله به بخش تکنیک مسیج میکنم. تشکر. سلامت. حتما بخش تکنیک نمبر نواب جان رو بگیرید. خب درسته. دوست دیگه ما اگر سوال داشته باشه بحث‌های روانشناسی یکم ذره وقت گیر است اگر ما سر صحبت کنیم. دوستای دیگر سوال؟ بله البته جناب استاد. میشه که نمبر نه کار خو نمیکنی کارها الگ سر میجت میفهمی که از آن رقم جنجال دیگه. حالا فکر کن نواب جان اگه دختر خانم می بودین یک جنجال با مچور شده بود. دوستای عزیز دیگر رو وقت میدیم به سوال. بله دوستانی که سوال دارن بفرمایید دستان بالا بکنین تا شما رو بخوایم. خب جناب استاد فکر کنم کسی سوال نداره دیگه. و ما هم وقت گران بخوایم یک جهان سوال سپاس دیگه با ما. یک دست بالا شد. بله بفرمایید خودتون مطرح بکنین. من نامشون برای من معلوم نمیشه. فکر کنم محمد باشه. فیصل سروری. فیصل جان قند وصل کنین محمد فیصل سروری رو. نمیفهم محمد فیصل جان.
بله سلام و عرض ادب انشالله خوب و سلام باشین. سلام 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 فیصل جان. سلامت باشین. تشکر بزرگوار. انشالله صحتمند باشین و همگی دوستایی که در اینجا هستن. بسیار خوشحال هستم که در جمع هستم و بسیار لذت بردم از این سخنهای آموزنده و بسیار زیبای شما و من تا آینده نزدیک یک مصاحبه دارم. چه قسم میتونم همین مصاحبه من خوب مدیریت بکنم و درست صحبت بکنم؟ باید به انگلیسی مصاحبه من و انگلیسی هم ضعیف است. اگه شما منو کمک کنید. سلامت. فیصل جان قند از کجا وصل شدین؟ از شهر کابل، شهرک فیصل. از فیصل هم هستی؟ از شهرک فیصل هم وصل شدی؟ بله. فیصل جان قند مصاحبه چه وقت بعد است؟ تقریبا شاید در حدود در بین 20 روز لا یک ماه. 20 روز. فیصل جان قندگال، شماره مرا از بخش تکنیک بگی به من پیام کو. در شهر کابل ما در یکی از تالارهای سخنرانی و فن بیان خودت رایگان 100% معرفی میکنم. در ظرف 10 روز امرای خودت کار میشه، کار صورت میگیره. وعده میتونم برای 10 روز بعد، یعنی از لحاظ اعتماد به نفس و اضطراب استرس ماشاءالله در سخنرانی فوق العاده میشی. درست است. درست است. درست. جان سپاس. روز خوب، شب خوب و خوشبختانه میخوایم بگذاریم. سوال دیگه هم اگر داریم دوستایی به جوابش کم ذره وقت گیر است، نمیشه به 5 دقیقه 10 دقیقه 2 دقیقه از او خاطر این مشکلات برادران حل شه. باز مشاهده خواستیم. سوال دیگه هم داریم. یک دست دیگه هم بالا شده از مجتبی یعقوبی. مجتبی جان یعقوبی. علیک سلام. به تمام اعضای گروه یک سلام خاص به خودت استاد محترم. استاد من یک ریکوست دارم، آیا در غزنی کدام برنامه دارین که ما اشتراک کنیم حضوری؟ ما در غزنی برنامه داریم. آدرس مشخص هست استاد که در کدام موقعیت کدام اکادمی؟ درست است. برادر ما قبل از این که فعالیت خود در ولایت، من چند روز قبل 2 دفعه سفر کردم به ولایت غزنی، به مرکزش رفتم، به ولسوالی خوجمیری رفتم. ما درسای خود را یا سیمینارهای خود در مرکز میگیریم و ما با چند آموزشگاه ها قرارداد داریم. این فعلا من نمیفهم کدام آموزشگاه در غزنی است ولی با ما قرارداد دارن. شما هم میشه که آدرس ما یا شماره من از بخش تکنیک بگیرین. انشالله به یاری خدا در غزنی به زودترین فرصت اول برتان میرسه. قربان مشتبه سلامت. یک بانو هم دست خود بالا کرده، منیژه. السلام علیکم استاد گرامی، امید که شما سر حال صحتمند باشین. علیکم سلام. بفرم استاد. در قسمتی من گفتم بعضی ها که سیمینار میدن وقتی پیش ریز میرن، اما استرابی که برشان پیش میشه باعث ازی میشه گپی که بزنن فراموششان میشه و یا همین قسم دیگه گفتم کدام راه حل باشه برش. جواب میدم. از کجا ماست شدین منیجه بانو؟ وصل شدین؟ از بلخ مزار شریف. ولایت زیبای بلخ. تشکر. اما قبول سوالت که چرا فراموشش میشه؟ بله. درست از جواب میدم. تشکر. سلامت باش. بانو منیجه، در ارتباط فراموش شدن محتوا یا موضوعات یکی مشکل حافظه می باشه که حافظه ضعیف می باشه و این حافظه سبب از این میشه که در سر صنف یا در تشریح درس یا در موضوع بیان کردن موضوعات همون موضوع فراموش ما شود. یکی هم موضوع اضطراب می باشه یا ترس می باشه. اضطراب یا ترسی است که از آینده داری، یعنی افکار منفی در ذهنت میاد. مثلا او حالت رخ نداده ولی خودت در ذهنت او حالت را میاری. مثلا میگی در سر سن برم بافتم چطور شوه، اگر چیز یاد نداشته باشم چطور شوه، اگر سرم خنده کنن چطور شوه. اضطراب که آهسته زیاد شود تبدیل به بسیار موضوعات منفی یا نگرش های منفی در ذهن ما میشه. مثلا بعض از جوانان وقتی دوستا وقتی رانندگی میکنه، خب اگر موترم بی برک شود چطور شود،
یعنی هنوز نشده، ولی این افکار منفی درش میاد که این استراب هم بعضی کتاب ها نمیشه کار مکمل سر صحبت کنیم، بعضی کتاب ها و بعضی چیزا داره. خودت امروز بخش تکنیک با تماس شو، باز از آدرس ما کتاب ها به بخش تکنیک میرسه، باز بعد شما میتونین که از بخش تکنیک ما با چیا مشکل نیست ان شاء الله. کتاب های بخش استراب بیشتر یک برادر ما هم دست خود بالا کرده بود، امیدوارم جواب سوال بانو منیجه گرفت شده باشه. یک برادر ما نمیفهم شفیق بود، نام شفیق الله چه بود، دست خود بالا کرده بود. سلامونه. علیک سلام. علیک سلام. علیک سلام. سلامونه او نیکی هیلی استاد، خاصی په خیر صحت مو ښه ده. ډېر زیات خوښ یم چې تاسو سره په دغه ګروپ کې په دغه حلقه کې درسي حلقه ده او دې کې تاسو سره زه ګډونوال یم. کابل ولایت نه، د کابل پوهنتون نه. ډېر زیات خوښ یم استاد. فارسي مې لږ مشکلات البته لري، ویلی صحیح نه شم، پرې پوهېږم الحمدلله. زما سوال هم همدغه و چې کله موږ یو موضوع ځان ته ټاکلې وي. خبر نشته خبرې که ځان پښتو پوهېږم خبر نشي کولی. او مشکل زما همدغه ده استاد، موږ یو موضوع ځان ته ټاکلې وي. زموږ دواړه مشکل یو ده. موضوع مو ځان ته ټاکلې وي، هغه دلایل هر څه موږ سره وي چې کله ملګرو سره اوسېږو، دوستانو سره، نو هغه موضوع باندې ښه ښایسته بحث کولی شو. خو چې کله داسې وي چې هغه موضوع رسمي یو محفل یو مجلس هلته چې بیا وړاندې شو، بیا مو له ذهنه الوځي. نو د خورکۍ پوښتنه هم همدا وه، زما همدغه پوښتنه وه، دې له وجې بیا بېرته دوباره ما لاس پورته نه کړ. صحیح ورکم انشالله. مننه، تشکر. برادر ما شفیق الله جان سوال کردن که با دوستای خود که میباشم یک موضوع رو خوب بحث میکنم، ولی در محافل رسمی نمیتونم او بحث کنم. شفیق الله جان برادر عزیزم، این موضوع عزت نفس است. پیشتر ما کم یادآوری شدیم. انسان بسیار از حالات، اما حالت درونی خود که بروز میده ناخودآگاه است، خودش نمیفهمه، ولی امو حالت از خود بروز میده. چی معنا؟ خودت همراه دوستایت که میباشی خود را همسطح دوستایت میدانی. وقتی که خود همسطح دوستایت دانستی، تحت تاثیر دوستایت قرار نمیگیری و راحت هستی. وقتی که در یک محفل رسمی میباشی دیگران را از خود بالاتر میدانی، اونجاست که تحت تاثیر قرار میگیری. ولی هیچگاه فراموش نکن وقتی که در یک موضوعی که خودت آمادگی گرفته باشی، خودت تحقیق کرده باشی، خودت اون موضوع را پیدا کرده باشی، تمرین کرده باشی، تمرین کرده باشی، مطمئن باش کس از تو در اون جلسه بالاتر نیست. بازم این موضوع عزت نفس است. خودت امروز بخش تکنیک ما شماره مرا تو شریک میسازن، کتاب راجع به عزت نفس، یک دو کتاب ما برات ارسال میکنم، ولایت کابل هم هستی، زودتر ان شاء الله به دستت میرسه ان شاء الله. دوستای دیگه ما اگر سوال داره دست خود بالا کنه. استاد خوب هستین؟ علیک سلام و رحمت الله و برکاته. استاد میخواستم پرسان کنم که آدرس شما مثلا خودتون سمینار میدین در این مورد یا نه؟ من خودم در ولایت کابل هستم، گفتم اگر کدام کورسی باشه که حضوری درس بخونم. شریک میسازم. سلامت. تشکر، سلامت باشین استاد. پیشتر من یادآوری کردم، ما با ولایت دیشب هم یادآوری کردم، هرات و غزنی و قندار، دایکندی، جلال، مزار شریف و کابل، 7 ولایت افغانستان. ما با یعنی در هر ولایت با در ولایت کابل با چندین آموزشگاه ها تفاهم داریم و در ولایت دیگر تنها با آموزشگاه هایی که در مرکز از ولایت قرار دارن و اونا لستشون زیادتر است. من این لست را باز انشالله شریک میسازم امروز بخش تکنیک، انشالله مشکلتان از اون طریق حل میشه. اما لستای آموزشگاه هایی که ما کردشان قرارداد داریم انشالله حل میشه، شاید دستان میرسه. سلامت باشه انشالله. که سوال دیگه نداره. بله جناب استاد، بالاخره جلسه امشب ما هم به اتمام رسید. جهان سپاس، اظهار امتنان دارم از شما که با ما بودین در این 3 شب دیگر. از سخنان ناب و سخنان زیبا و دلانگیزتان مستفید کردیم. بر همگان خوش، خدا نگهدار شما.